سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی. من مومین احمدی با همکارانم در پرگ و دوشنبه فشرده خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 9 ایون است. سرخط گزارش ها. شکایت مهاجران بازداشت شده تاجیک از شرایط طاقت فرسای بازداشتگاه های موقتی روسیه. تفتیش و فشار مهاجران هنوز پایان نیافته است. با کمک رادیو آزادی شهرام یافت شد و به خانه برگشت. این قصه برای دیگران درس خواهد شد. استار ایرپورت میگن در همونجا در یکی از مویکا همونجا خوب میکرده است، کار میکرده است، ساخت سلامت. چاهای آب خشک شدند. پایتخت افغانستان با کمبود جدی آبی آشامیدنی مواجه شده است. 3 سال 4 سال پیش در 20 متر و در 19 متر بود سطح آبای زیرزمینی، ولی حال در 36 متر رسیده. برنامه را با خبری از وضع مهاجران تاجیک در روسیه آغاز میکنیم. در یک ماه اخیر فشار و اذیت بالای مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مهاجران از شهرهای گوناگون روسیه از لحظه‌های بازداشت‌ها نوار می‌فرستند. همکارم زرنگیز نوروزشاه بر اساس نوار فرستاده مهاجران این گزارش را آماده کرده است. این مردم تاجیک آوردن ما در اینجا مختم بدنی نه دنداره نه تریزه. مهاجرانی که در عملیات پلیسی روسیه بازداشت شدند از شرایط بدی مکانی نگهداریشان شکایت میکنند. این مهاجران میگویند روز 5 ایون در کتلنیکی مسکو بازداشت شدند. ظاهرا بازداشت و اذیت مهاجران در کتلنیکی اندک کاهش یافته است، هرچند امروز خبری اخراج 17 مهاجر از این شهر به دست رادیوی آزادی رسید. تاجیکستان اگر نصیب مونده باشه میریم، نصیب مونده باشه توکل بر خدا. این مردم تاجیک این سنت پتربورگ در دیگه جا بود، حوزه سنت پتربورگ در این همیو به سر ما اومده گیم. اینجا سنت پتربورگ است که هنوز فشار و اذیت مهاجران ادامه دارد. صدها مهاجر بازداشت شده است و پلیس ساختمان و مکان خواب مهاجران را تفتیش میکند. از سنش در آمدگان نه که کدام نیروز که است میبردران بار میکنن میرن. مقامات تاجیک از نهادهای روسیه خواستند که حقوق مهاجران کاری را پایمال نکنند. در این کشور حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی میکنند که پیوسته از فشار پلیس و فریب کارفرمایان شکایت دارند. در برنامه‌های گذشته یک خوشخبر رسانده وعده تفصیلاتش را داده بودیم. نورسی که نیم ماه پیش ناپدید شده بود، بعد نشر این خبر در رادیو آزادی پیدا شد و به خانه برگشت. اما در این بین مادر از ترس بیمار و بستری گشت. شهرام این همه مدت در کجا بود و چی طور پیدا شد؟ همکارم محمود جان رحمتزاده به خانه آنها رفت و این گزارش را آماده نمود. شهرام سعدی چگونه گم شدنش را به پدرش قصه میکند. چی طور از واسه به دوشنبه رفتن و 20 روز بیدرک شدنش را. صبح روز 18 می شهرام به مکتب رفت ولی به خانه برنگشت. از ناپدید شدن او روز 3 ایون توسط رادیو آزادی گزارش شد. پس از پخش این گزارش مردم به خانواده تماس گرفتند و گفتند پسرشان را دیده‌اند. سعدی کمالوف به سراغ گفته آنها در دوشنبه رفت و پسرش را نزد فرودگاه یافت. چند کسایی بدن زنگ زدن که ما از شبکه آزادی تماشا کردیم شما رو، پسر شما در همین شهر دوشنبه در ایرپورتی استار ایرپورت میگن در همونجا در یکی از مویکا همونجا خوب میکرده است، کار میکرده است، ساخت سلامت. بیاین همون پسر شما بیاین دیده بر. حادثه از آن سر شده است که شهرام بعد انجام درس به نقطه بازی کامپیوتری رفته است. اینجا یکی از دوستانش به او هشدار می‌دهد که این کردارش را به والدینش می‌رساند. پدر و مادر او را هشدار داده بودند که کمتر به بازی‌های کامپیوتری مشغول شود. شهرام از ترس آنکه رفیقش تهدید خود را عملی می‌کند تصمیم گرفته است به دوشنبه بگریزد. تا روزی به خانه برگشتن در همان نقطه شستشوی نقلیات کار کرد. ولی شهرام از کار خود پشیمان بود و آرزو می‌کرد که به خانه برگردد. گفت مادرت کسل شده است، چرا زنگ نمیزنی؟ ما رو زنگ میزدی، من با تو میگفتم خواهی کار کن، مقصد برای همین زنگ میزدی باید تو یک بار بخون. از شهرام هم کسی نپرسیده است که او از کجا و چگونه به دوشنبه آمد. پدری شهرام هرگز نفهمید که صاحب نقطه شستشوی نقلیات کیست.
زیرا وقتی میخواست صاحبش را پیدا کند او با هر بهانه به نزدش نآمد. شهرام به گناهش اقرار است و از پدر و مادرش بخشش میپرسد. الان به امتحانهای مکتبی تیاری میبیند. اما رفتار او سبب بیمار و بستری شدن مادرش گشته است. مقامات از پدر شهرام خواسته است که آمده بیانات نویسد تا جستجوی شهرام را قطع کنند. پدر شهرام همچنان میخواهد از رادیوی آزادی برای جلب توجه به ناپدید شدن پسرش تشکر گوید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسع. آینیحال بابونظر و حقوقشناس معروف تاجیک یگانه زنی داوطلب کرسی پرزیدنتی در تاجیکستان در سال 2013 روز 10 میون 75 ساله می شود. در یک صحبت اختصاصی با خبرنگاران آزادی او درباره رهاییش از زندان با کمک اعضای کنگرس و سفیر امریکا و سهمش در آزاد کردن سروزیر سابق تاجیکستان از دست گروگانگیران قصه کرد. همکارانمان در دوشنبه در این باره یک گزارش آماده کردند. من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیست‌ها یک جای شدید؟ من گفتم من چه گویم چند وقت شما اینجا خونه من با میشید؟ گفتن که 1 ساعت. بعد میریم با همون صحبت میکنیم. اویدی شما. بعد من گفتم که بیاید، گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم. کلونی اسمیرنوفاسکو آوردم. 6 تا چی داشتم، پیاله های آوردم، همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراتیا می نوشیم. 9 سحر. گفتم که بیاید برای وای می نوشیم، برای دموکراتیا، برای حقوق انسان، برای همه خیلی نگاه کردن. گفتن نه شما وای نیستید، اسلامیست نیستید. بینندگان عزیز، این گزارش مفصل از زندگی نامه آینیحال بابونظر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی تماشا کنید. بنگاه‌های هواسنجی تاجیکستان تا 12 میون هوای گرمی غبارآلود را پیش بینی کردند. به اطلاع این نهاد در کشور در این روزها گرمی هوا تا 43 درجه می رسد. پزشکان به ساکنان توصیه می کنند که اقدامات احتیاطی را انجام دهند. در این روزهای گرم مردم چی حال دارند و چی کار باید کنند؟ همکارانم سرمناز روح الله و شهلای عبدالله این گزارش را آماده نمودند. مرکز هواشناسی گزارش داده است که پیش بینی می شود گرمی هوا در تاجیکستان تا 12 ایون به 40 درجه برسد. پزشکان به ساکنان توصیه می کنند که اقدامات احتیاطی را انجام دهند. برای پیشگیری کردن خطر گرمی باید حتما نوشاکی آبی استفاده برند، نه کم از 1.5 لیتر. خود را از نوشاکی گازناک و شیرین خودداری کنید و خوراک‌های روغنی. اینچنین حتما در وقتی گرمی از ساعت 11:00 تا 16:00 در نوری آفتاب کمتر ایستید. با گفته پزشکان، بیماران دیل، دیابت قند و کسانی که از فشار خونی بالا رنج میبرند باید در این روزها سلامتی خود را احتیاط کنند. هوای گرم ساکنان پایتخت را در جستجوی سایه و هوای مناسب به باغ‌ها یا ساحل دریاها میبرد. مهتابی هم در این روزهای گرم پسرش را برای آبازی به کولی جوانان آورده است. تا آخر میشینیم نگاه میکنیم کودک‌ها را. نگاه نکنی ای اوی کلونای خیلی قپس نیای کودک‌ها. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان هشدار داده است که هنگام شنا در رودخانه‌ها، حوض و کل‌ها خود را احتیاط کنند. با گفته مقامات از ابتدای سال تا کنون در کشور بیشتر از 40 نفر خردسال هنگام آبوزی غرق شدند. مراجعت کمیته بار دیگر به پدر و مادران است که باید که رجای استراحتی فرزندان خود را با کودکان خود تهیه نمایند. آنها را نباید بی نظارت گذارند چون علاقه تلفات خیلی بزرگ است. بر اساس بنگاه هواسنجی تاجیکستان گرمی هوا در ولایت ختلان در 3 روز آینده به 38 تا 43 درجه و در سوخت به 35 تا 40 درجه خواهد رسید. همچنین در برخی مناطق کشور به ویژه ولایت ختلان این روزها هوای خاکباریش پیش بینی می شود.
برنامه را با گزارشی از افغانستان دوام میدیم. در شهر کابل پایتخت افغانستان که شبکه‌های آبیاری درست ندارد، مردم آبی کافی برای نوشیدن و استفاده در روزگار نمی‌یابند. قبلا آبهای زیرزمینی مشکل کشای آنها بود، اما حالا چاه‌ها هم خشک شدند و مردم ناچار ساعت‌ها نوبت می‌پویند یا راهی دوری می‌روند تا به خانه‌هایشان آب بیارند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. یگانه چاه آب در این محله سرهالی در شمال کابل. همه به این چاه هجوم آوردند تا آب به خانه‌هایشان ببرند. ساعت‌ها لازم می شود تا یک خانواده آب لازمی را برای یک روز خود تامین کند. مردم میگویند چاره هم ندارند، مانند شیرعالم که میگوید هر روز برای آب سرگردان است. دمی مناطق فکر میکنید میبینید غیر نیمی بمبا و یک تن در مسجد قنداریا، یکی مسجد منگلیا، دیگه در این منطقه وجود نداره. بسیار از چاه‌های آب در این گوشه کابل خشکیده‌اند. شبکه آبرسانی دولتی در بسیاری از محله‌های کابل از کار مانده است. با گفته ساکنان محله، گاه آنها از شبکه‌های خصوصی آبرسانی آب می‌گیرند، اما بسیار کم. نلایی که دولتی بود واخو کور شدن خودش کردن و این نلای شخصی که است، این نلای شخصی 15 روز بعد میه، 15 روز بعد فقط بر یک شو میه و بسیار کم میباشه و از اون قابل استفاده نشور شده در این وقتا. بحران کم‌آبی فراتر از یک محله کابل است. وزارت انرژی و آبی طالبان میگوید کاهش آب‌های زیرزمینی به ویژه در شمال و غربی کابل به حدی است که به مرحله بحرانی رسیده است. ما حالت بهتر در اکوافر لوگر یعنی ساحه بگرامی و پایین‌تر از او داریم، ولی اونجا هم یک نزول موجود است. یعنی حالتی است که در بحران شدتش کمتر است، اما اکوافر شمال کابل و اکوافر بالادست با کابل بالایی و پغمان یعنی اکثر نقاط از آب طبقات قابل تغذیه‌اش کاملا خشک شده و سطح آب‌های زیرزمینی بسیار زیاد با پایین آمده که یک حالت فوق بحرانی را در این ساحات نشان میده. با خشک شدن آب‌های زیرزمینی در طبقه‌های بالاتر، حالا مردم سعی می‌کنند به منابع عمیق‌تر آب دسترسی پیدا کنند که سال‌های طولانی جمع شدند و ذخیره‌های استراتژیکی آب به حساب می‌روند. آمار چاه‌های عمیق و نچندان عمیق در کابل وجود ندارد. این یکی از 300 چاه نظارتی در کابل است که در آنها سطح آب‌های زیرزمینی را می‌سنجند. از سال‌های قبل 3 سال 4 سال پیش در 20 متر و در 19 متر بود سطح آب‌های زیرزمینی، ولی حال در 36 متر رسیده. متاسفانه. خشکسالی، استفاده بیش از حد آب و آبیاری کم ثمر زمین، خانه‌سازی‌های خودسرانه در کابل از سبب‌های بحرانی کم‌آبی به شمار می‌روند. مسئولان می‌گویند اهالی کابل تخمیناً به 6 میلیون نفر می‌رسد. بسیاری از خانه‌ها به شمول بناهای بلندآشانه آب را از ماشین‌های آبکشی می‌گیرند. آب که آن هم از منابع زیرزمینی گرفته می‌شود. از آب‌های زیرزمینی کابل برای صنعت و کشاورزی و تجارت هم استفاده می‌برند. مسئولان طالبان از برنامه درازمدت تنظیم استفاده آب در کابل خبر می‌دهند، اما می‌گویند که این برنامه در مرحله ابتدایی است. یک خبر کوتاه از ترکمنستان. در بعضی منطقه‌های ترکمنستان ماموران پلیس روزهای اخیر بلاگران معروف محلی را که در شبکه‌های اجتماعی از قبیل یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام فعال هستند بازپرسی می‌کنند. بلاگرانی بازپرسی شده آگاه کرده شدند که نشر کدام مطلب‌ها منع است. از جمله هشدار گرفتند که نشر مطلب‌های تنقیدی یا جانبداری آنها در شهرها همچون فعالیت ضد حکومتی شمرده می‌شود. آنها را حتی به زندانی شدن هم تهدید کردند. برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش‌های بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادنا کلاسنیکی و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار.